سلام، احمد پارسایی هستم، مدیریت مجموعه پارسامر در شیراز. با توجه به لطف شما عزیزان و استقبال بی‌نظیرتون که ما رو همراهی کردین در این چند سال، ما موفق به پیشرفت‌های زیادی شدیم که دوست داشتم شما رو در جریان این موفقیت‌ها بذارم. در مجموعه پارسامر ما خدمات کاشت مو، کاشت ابرو و کاشت ریش به صورت کاملا حرفه‌ای که تکنسین‌های بسیار با تجربه برای شما انجام میدن رو خدمات دهی میدیم و از تمام کشور به ما سر میزنند و دوست دارم که شما هم ما را قابل بدونید و به ما سر بزنید که بتونیم خدمتگزاری شما رو در این زمینه انجام بدیم. در زمینه فعالیت‌های درمانی پوست ما دستگاه‌های بروز دنیا رو توی مجموعه داریم که توسط متخصصین پوست عزیزمون که متخصصین به نام شیراز هستند با دستگاه برای شما خدمات پوستی رو انجام میدیم که موفق شدیم درمان‌های پوستی بسیار بد رو به صورت خیلی خوب خدمات دهی کنیم و نتیجه خوبی داشته باشه برای مراجعین عزیز. نسبت به کارهای زیبایی ما مجدد پزشکان به نام رو داریم که تزریقات ژل رو برای شما انجام میدن و بوتاکس و غیره که در بخش زیبایی برای شما انجام میدن به صورت کاملا خوب و با کیفیت براتون انجام میدیم. در زمینه درمان موهای زائد برای شما ما دستگاه‌های بروز و خوب رو در مجموعه داریم که خدمتگزار شما عزیزان هستیم در این زمینه. در بخش جراحی ما فوق تخصصین عزیزی رو اینجا داریم که کارهای جراحی پلاستیک، عملهای بینی و پیکرتراشی رو به نحو احسن انجام میدن که اینجا شما رو ویزیت میکنن و عمل خودشون رو در بیمارستان‌های خوب و تخصصی شیراز انجام میدن و عملهای سرپایی مثل عملهای بلفاروپلاستی، بوکالفت، برداشت قبقب و عملهایی که سرپایی هستن رو برای شما عزیزان در مجموعه انجام خواهیم داد. در زمینه دندان پزشکی ما موفق شدیم که با پزشکان بسیار خوب شیراز همکاری داشته باشیم که کارهای زیبایی دندان مثل ایمپلنت، کامپوزیت و لامینت، کارهای زیبایی دندان و کارهای درمانی دندان رو که عصب کشی و پر کردن و کشیدن و غیره می باشه ما در کلینیک انجام میدیم و خدمتگزار شما عزیزان در این بخش هم می باشیم. امیدوارم که ما رو در کانال پارسامر کلینیک همراهی کنید و ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که از ویدیوهای جدیدی که ما توی کانال میذاریم مطلع بشید. ما رو لایک کنید و کامنت بذارید که اگر نیاز به راهنمایی داشته باشید ما شما رو راهنمایی کنیم. با تشکر از همه شما عزیزان. خدا نگهدار.